الحمد لله وحده و الصلاة و السلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز خواستم در اطراف فضیلت علم با شما کمی صحبت داشته باشیم. امام احمد رحمت الله علیه حدیث را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صحابه بزرگ پیامبر از قبیصه بن مخارب رضی الله عنه روایت نموده است. میگوید به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم. میگوید پیامبر از ما پرسان شد که چی تو را آورده است، یعنی به چی سبب تو به نزد من آمدی؟ میگوید به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله، سن و سال من هم رفتگی است، بسیار بدن من به سن پیرانسالی رسیده است. خواستم از تو کمی بر ما نازل بگردان. لیکن عزیزان دل، من در اینجا میخواهم کمی من و شما باید اندیشه و تفکر در این حدیث پیامبر کنیم که چی زیبا پیامبر تعلیم به صحابه خود میدهد. به چه خاطر؟ به خاطر که امروز مردم ما قریب 90% مسلمان ها امروز از علم، از طلب علم، چه علم شریعتی باشد چه علم دنیوی باشد، اکثریت ما دور شدگی هستیم. امروز اکثر مسلمان ها را، جامعه مسلمان ها به چه خاطر عقب مانده شدند؟ به خاطر که از علم دور شدند. هر جامعه، هر قومی که، هر مسلمان هایی که، هر گروه هایی که به علم مشغول هستند، از علم برخوردار هستند، هیچ محل
دشمن بالای اونها غالب آمده نمیتونن، به خاطر که آدم علم با زیرک و دانا می شود. به همین خاطر بعضی از دانشمندای من و شما میگویند که از دوست نادان ده دشمن دانا بهتر است. یعنی از اون دوستی که نادان است، علم ندارد، نه از دین و نه از دنیاش با خبر نیست، از اون ده یک دشمن دانا با خبره. به خاطر که مسلمان نادان و به علم و جاهل دشمن هر روز داره فریب میکنه. به همین خاطر یک نقطه مهمی که در این حدیث من میخواهم به شما او را بیان کنم این است که نگاه کنید که اون صحابه به نزد پیامبر اومد، پیامبر گفت به هر سنگ و کلوخ و درخت و علفی که گذر میکنی اونها برای تو طلب مغفرت میکنند. امروز در دنیا یک آدم زنده برای من و شما طلب مغفرت کند، چقدر ما خرسند میشیم، چقدر ما خوشنود میشیم، در حالی که اون علف، اون سنگ، اونها مکلف نیستند، اونها بیگناه هستند. وقتی اونها طلب مغفرت میکنند، وقتی اونها چقدر سنگ است در یک راه میره، چقدر سنگ میبینی، چقدر کلوخ میبینی، چقدر علف میبینی، چقدر درخت میبینی. حتی در یک روایت دیگر میگوید که مورچه ها در همون هیچه خود، ماهی در درون بحر، بگیم که ماهتاب و آفتاب و ستاره ها، همه اینها برای اون کسی که طلب علم میکنن، طلب مغفرت میکنن. خوش به حال اون شخصانی که امروز در جامعه کمی وقت خود را در طلب علم میگذارند، علل خصوص علم شریعت که امروز اکثریت من و شما بی سواد هستیم. نه مرد مسلمان علم داره، نه زن مسلمان. الله متعال همه من و شما را توفیق بدهد که بر علم شریعت و بر علم دنیا باشد چنگ بزنیم و هیچ محل محتاج کافر و بدین نشویم. الله متعال من و شما را هدایت بر راه راست بگرداند. آمین.